انجیل یوحنا باب 1. در ابتدا کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. آن در ابتدا با خدا بود. همه چیز به واسطه او به وجود آمد و هر آنچه وجود یافت بی او وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور آدمیان بود و نور در تاریکی می درخشید و تاریکی آن را فرا نگرفت. شخصی از جانب خدا فرستاده شده بود که یحیی نام داشت. وی برای شاهدی آمد که بر نور شهادت دهد تا که همه به واسطه وی ایمان آورند. وی آن نور نبود بلکه آمد که بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی که هر آدم را منور می گرداند به جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او به وجود آمد و جهان او را نشناخت. او نزد منسوبان خود آمد و منسوبانش او را قبول نکردند. لیکن به آنهایی که او را قبول کردند و به اسم او ایمان آوردند قدرت داد که فرزندان خدا گردند، که نه از خون، نه از خواهش جسم، نه از خواهش مردی، بلکه از خدا تولد یافتند. و کلام جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیدیم که جلال شایسته پسری یگانه پدر است. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت: این است آن که درباره او گفتم، آن که پس از من می آید پیش از من بوده است، زیرا که بر من مقدم بود. و از پررگی او همه ما فیض بر فیض پیدا کردیم، زیرا که شریعت به واسطه موسی عطا شد، اما فیض و راستی به واسطه عیسی مسیح آمد. خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه ای که در آغوش پدر است او را ظاهر کرد. و این از شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از یروشلیم کاهنان و لیویزادگان را فرستادند تا از وی پرسند: تو کیستی؟ وی اقرار کرد و انکار نکرد، بلکه اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. از وی پرسیدند: پس کیستی؟ آیا الیاس هستی؟ گفت: نه. آیا آن نبی هستی؟ جواب داد: نه. آنگاه به وی گفتند: پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادند جواب دهیم؟ درباره خود چی میگویی؟ گفت: من آواز ندا کننده در بیابانم، راه خداوند را راست کنید، چنان که اشعیا نبی گفته است. آن فرستادگان از فریسیان بودند و آنها از وی پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی، نه الیاس و نه آن نبی، پس برای چی تعمید میدهی؟ یحیی در جواب آنها گفت: من با آب تعمید میدهم، لیکن در میان شما کسی ایستاده است که شما او را نمیشناسید. او آن است که پس از من می آید، اما پیش از من بوده است و من سزاوار آن نیستم که دوال پای افضال او را واز کنم. این در بیت عباره که آن طرف اردن است، در جایی که یحیی تعمید میداد واقع شد. فردای آن یحیی عیسی را دید که به جانب وی می آید و گفت: اینک برای خدا که گناه جهان را می بردارد.
این است آن که من درباره او گفتم که پس از من مردی می آید که پیش از من بوده است، زیرا او بر من مقدم بود. من او را نمی شناختم، لیکن برای آنکه او به اسرائیل ظاهر گردد آمدم و با آب تعمید می دادم. و یحیی شهادت داده گفت: من روح را دیدم که چون کبوتری از آسمان نازل شده بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، لیکن آن که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفت: به هر کس ببینی که روح نازل شده بر او قرار گرفت، او همان است که با روح القدس تعمید می دهد. و من دیده شهادت دادم که او پسر خداست. فردای آن باز یحیی با دو شاگرد خود ایستاده بود. چون دید که عیسی از آنجا می گذرد گفت: اینک بره خدا. آن دو شاگرد سخنان وی را شنیده از پی عیسی روانه شدند. عیسی به عقب نگاه کرده دید که آنها می آیند. گفت: چی می خواهید؟ با او گفتند: ربی، یعنی ای استاد، در کجا استقامت داری؟ او گفت: بیایید و ببینید. آنها آمدند و دیدند که در کجا استقامت دارد و آن روز نزد او بماندند. تقریباً ساعت 10 بود. یکی از آن دو نفر که سخنان یحیی را شنیده از پی او آمده بودند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. وی اول برادر خود شمعون را یافته گفت: ما مسیح را یعنی خریستوس را یافتیم. وی را نزد عیسی آورد. عیسی به وی نگریسته گفت: تو شمعون پسر یونس هستی. اکنون نامت کیفا خواهد شد که معنایش پتروس است. فردای این عیسی خواست به جلیل رود و فیلیپوس را یافته گفت: از عقب من بیا. فیلیپوس از بیت سیدا همشهری اندریاس و پتروس بود. فیلیپوس نتنائیل را یافته گفت: ما آن کسی را که موسی درباره او در تورات نوشته است و انبیا ذکر کردند یافته ایم که عیسی پسر یوسف از ناصره است. ولی نتنائیل به وی گفت: مگر ممکن است که از ناصره چیزی نیکویی پیدا شود؟ فیلیپوس به وی گفت: بیا و ببین. عیسی چون دید که نتنائیل سوی او می آید درباره وی گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در وی مکری نیست. نتنائیل به او گفت: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی در جواب وی گفت: پیش از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، هنگامی که در زیر درخت انجیر بودی، من تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب وی گفت: تو ایمان آوردی، زیرا به تو گفتم که من تو را در زیر درخت انجیر دیدم. چیزهای بزرگتر از این خواهی دید. و به وی گفت: براستی به شما میگویم، من بعد آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر آدم صعود و نزول میکنند خواهید دید.